در ایران خودرو همه مدیران توکل میکنن. در کمپانی مرسدس هیچ کس توکل نمیکنه. در کمپانی مرسدس تلاش میکنن در چه سطحی؟ در سطح پنداری. فکر میکنه برنامه‌ریزی، مدیریت میلیمتر به میلیمترش معلومه. تلاش فکری، تلاش فیزیکی، تلاش تکنولوژیک، تلاش میکنن، فکر میکنن، کار میکنن. کسی توکل نمیکنه. بعد شما ماشینی که خرید میکنی میگن 10:38 صبح دوشنبه ماشین رو بهتون تحویل میدن. ماشین توی کانتینر بسته میاد در خونه، 10:38 زنگ میزنن. شما میرین دم در، همونجا بلند میکنه ماشین میذاره زمین، سوئیچو میده به شما. یه دقیقه هم تأخیر نداره. اینجا توکل، همه توکل قویه. توکل امر درونیه. در سطح بیرونی تلاش لازمه. تلاش در چه سطحی؟ همه سطوح، فکری، پنداری، علمی، تخصصی، ذهنی، برای امور بیرونی. توکل معنی نمیده که بیرون باید بدوی، باید تلاش کنی، فکر کنی، برنامه‌ریزی کنی. ولی ما چیکار میکنیم؟ معمولا برعکسه. در امور درونی تلاش، بعد در امور بیرونی میگم سپردن به خدا، ان شاءالله درست میشه. خودش درست میشه. نه نمیشه، هیچ وقت نمیشه. خودش هیچ وقت درست نمیشه. چرا جهاد فی سبیل الله؟ چرا گفته این کارو باید بکنی؟ جهاد نمیخواد، خودش میکنه. روز ما بریم بخوابیم، توکل کردیم، خودش میکنه. نه نمیکنه، خودش نمیکنه. اون کسی که باید اینجا تجربه زمینی پشت سر بذاره اون نیست، منم.